در مورد یک مقدمه ای گفتم در مورد این چند روزی که ما قراره با هم دیگه باشیم. این صحبتی کردم باعث میشه که شما ایده داشته باشید در مورد اینکه این 4 روز چه کاری میخواید انجام بدید. وقتی ایده داشته باشید از اون بلا تکلیفیه در میاد. وقتی از بلا تکلیفیه در میایید میتونید که تمرکز بیشتری بکنید. مسیر، نقشه راه بهتون داده شده. حالا جلوتر صحبت می‌کنیم. آقا وقتی یک کلاسی می‌خوای برگزار کنی در مقدمه مشخص کن که قراره چیکار بکنی. درسته؟ در مورد موضوع آخر برگزاری کلاس سیفتی و تایم منیجمنت من فکر می‌کنم، یعنی فکر می‌کردم اینجوری باشه که مثلا مربی با توانایی داشته باشه که توی محدوده زمانی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه رو که از قبل صحبت کردیم که سرفصلی رو ارائه بده، به اندازه ارائه بده، مشخص ارائه بده. بعد یک از جانبش هم بعد این اون تایمی که روی تیکاف بود نفهمید ربطش این بود تو اگر که ببین تایم رو مشخص میکنی برای چی؟ برای اینکه بتونی یک مدیریت درست بکنی، برای اینکه بتونی منابعت رو مدیریت کنی. و یکی از منابعی که داری یکی انرژی شاگرده، یکی انگیزه شاگرده. که تو با مدیریت زمان میتونی که این دوتا رو مدیریت بکنی. یعنی میگی که این اصلا ربطی به کلاس تئوری یا آموزش نه؟ چرا داره؟ میگم ربط داره ولی این هم یک نگاه دیگری در مورد تایم منیجمنت. مثالی که زدم حالا بذار اینجوری تکمیلش کنم. در مورد این آدم وقتی که کلاس تایمی نداره شاگرد 12 ساعت 8 ساعت رو تیک آف میکنه. در صورتی که تو برنامه‌ریزی روی کلاس یه تایمی رو مشخص می‌کنی یا از این ساعت تا این ساعت پنجره باز برنامه‌مونه شما اگر نتونید ساعت 9 تیک آف کنی میدی پایین. کورس عملیه. آره عملی. بالا سر سایت داریم میگیم. بله. البته در کلاس‌های تئوریک و دانش هم این یعنی تایم منیجمنت مسئله خیلی خیلی مهمیه. مثلا کسایی که توی کلاس تندم من بودن ببین تایم منیجمنت جوری بود که ما هر تاپیک رو در روز مشخص باید تمومش می‌کردیم. حالا یه ذره که جلوتر بریم اینه که شما باید توانایی نوشتن کرونوگرام داشته باشید. کرونوگرام چیه؟ یعنی اینکه ساعت 9 تا 10 من مقدمه میگم، از ساعت 11 تا 12 این سرفصل رو میگم، از ساعت 13 تا فلان ساعت اینو میگم. پس حواسم باید باشه کلاس رو میتونم کنترل کنم، سوال زیاد نشه، فیدبک هم چجوری باشه، سوالا رو نگه دارم آخر بپرسم، اجازه وارد بحث شدن تا کجا بدم، اینا همه استراتژی طوره. داستانی که باید مثلا یه تاپیک رو توی 2 ساعت در بیاری. بعضی موقع این چیز رو نداریم، این فشار روت وجود نداره، ولی وقتی که کلاس قراره تو 5 روز برگزار بشه تو به عنوان معلم و مدرس برای هر دقیقه‌اش باید فکر کرده باشی. انرژی رو چجوری نگه داری؟ مطالب رو چطور در کوتاه‌ترین حالت ممکن و سلیس‌ترین حالت ممکن تدریس بکنی. یکی از سخت‌ترین کارهایی که به هر حال مربیان از سطح بالا می‌کنن برگزاری ورکشاپ‌های 7 روزه 10 روزه است. ببین آدم‌ها رو نگه داشتن سر کلاس 5 روز 4 روز روزی 6 7 ساعت کار آسونی نیست. و بیدار نگه داشتن آدم‌ها رو یه جوری نگه داره که اینتراکتیو بالا در مورد تکنیک‌های تدریس صحبت می‌کنیم. چجوری آدم‌ها رو روشن نگه داری سر کلاس؟ چجوری ارتباط‌ها رو نگه داری سر کلاس؟ سر کورس عملیت چطوری بتونی به یه نفر قوت قلب بدی؟ چجوری آدمی که نمی‌ترسه رو کنترل بکنی؟ سیفتی هم سیفتی بریفینگه. بریفینگ سیفتی یعنی امنیت. شما موقع برگزاری کلاس مسئول مدیریت امنیت کلاستی و مدیریت زمان کلاسی. کلاس تئوری چجوری میشه؟
سیفتی اونقدر در چیز نیست. نداریم بگیم. البته چرا که داریم؟ مثلا تو میخوای صحبت کنی در مورد یه چیز تئوریک میخوای بگی توی تیک آف آفست که همه دارن تاپ لب میکنن، خب معلومه که سیفتی ممکنه در خطر بیفته، یکی بیاد بخوره، ولی خب توی کلاس داستان سیفتی اونقدر پیچیدگی نداره. خب لاگبوک API رو همتون دیدین دیگه ایشالله. ببین الان دسترسی من به وبسایت و خب منیج استودنتس و اعضا رو منیج بخوام بکنم، یه جایی رو کلیک میکنم که دیدین حالا مثلا آقای همین مثلا شیدا افق یا مروه این آیکون زدم و میگه که خب میخوای تایید کنی. بله چی رو تایید کنی؟ APPI 1. APPI 1 رو چیکار میتونم بکنم؟ میتونم این پروگرسش بکنم. یه مقدار زوم بکنیم. آره عزیزم. میتونم این پروگرسش بکنم، میتونم که اگر ریتینگ بهش دادم اون ریتینگ رو پاک بکنم. حالا این برای همتون، یعنی بعد از این کاری که باید بکنید در واقع یه همچین چیزیه. باید لاگبوک رو باز کنید و این همه به صورت آنلاین و دیجیتال انجام میشه. خب APPI 1 تئوریکال نالج در مورد آب و هوا، در مورد چیا صحبت میکنم؟ باد، روی زمین و پشت موانع، اینا همه مثاله. شما دانشی که شاگرد APPI که در مورد هواشناسی باید داشته باشه این اصلا نوشته شده اینجا. نمیدونی چی درس میدی، اینو باید باز کنی طبق همین درس میدی. میدونی چی درس میدی، بازم اینو باز میکنی طبق این درس میدی. یعنی یکی از چیزایی که ما زیر نظر میگیریم در شما اینه که سیستم درس دادن تو تغییر دادی یا نه. آقا کلاس APPI 1 داریم، بگی بسم الله، قبل از اینکه 2 بشه شما باید اینا رو باهاش صحبت بکنید و در موردش هم داره صحبت کرده. در مورد بیسیک تو این که ابرها چند نوعن، استراتوس، کومولوس، تمومه. کسی که میاد توی کلاس همینقدر بلد باشه در مورد ابر. در مورد فلای مکانیک، آقا پاراگلایدر چرا پرواز میکنه؟ باید در مورد این باهاش صحبت کنیم. و هر کدوم هم که صحبت میکنیم اگر این پروگرسه، یعنی که داره آموزش می‌بینه یا آموزش دیده ولی خب آموزشش باید انجام بشه، ادامه پیدا بکنه، این ساعت شنیه رو می‌سازه. اگر این تاپیک رو یاد گرفت، درس رو که داری اوکی می‌کنی واسش. اگر چیزی می‌خوای واسه شاگرد بنویسی، کامنتی بذاری واسش در مورد اون مورد مربوطه، مثلا نقطه ضعف اینجاست، اینجا واسش کامنت می‌ذاری. مثل کامنتایی که شما بعد داری پروتن گذاشتید. بله. و اینجا با این مثبت میتونی کامنت واسه معلمای دیگه بذاری. خود طرف نمیدونه. مثلا توی یه قسمتی که این توی لانچ مشکل داره یا مثلا کم بینایی داره یا هر چیزی، شما اینجا واسه یه معلم دیگه در مورد این آدم نوت می‌نویسی. و وقتی که میره پیش یه معلم دیگه، اون معلم دیگه APPI میتونه نوتای شما رو ببینه. شاگرد نمیتونه ببینه. شما میتونید استاد خیلی چیز خوبیه. ما از کی میتونیم استفاده کنیم؟ شما از وقتی که ما سومین مرحله چیز رو انجام میدیم. سومین مرحله کلاس انجام میدیم، شما دسترسی پیدا بکنید به وبسایت. این پروگرس میشه. آره. ولی اون در صورتی که امتحانات و اینا همه در
حالا صحبت میکنم چه ریتی به کی میدی و چجوری میدی. اینجا ما ببین اولا که 3 تا مرحله داریم. اولا که داستانی که هست اینه که شما این کار رو انجام میدی ولی لاگبوک فیزیکال بهتون میدم. همینا نوشته شده توی فایل پرینت میکنی و استفاده میکنی ازش. و دقیقاً تمرینات بر اساس اینه. و اصلا مشخصه مدرسه ما باید این باشه. آقا یکی اومد پیش شما آقا ما مدرسه ایلیه. اینه میتونه کاری. مربی اومده سر کلاس من رفته داره میگه آقا سیلابس انجمنه. آقا سیلابس انجمن چیه؟ سیلابسش از کجا؟ بعد سیلابس انجمن پیروی کردی چه منافاتی به این با این داره؟ تو وقتی اینو پوشش بدی 10 تا سیلابس اون انجام بده. پس روش باید تغییر کنه. دوستان عزیزم کسایی که میخوان مربیگریتون نهایتا تغییر بشه باید سیستمتون تغییر بدید. سیستم ما اینجوری نیستش بیای بشینی سر کلاس تش بری گواهینامه بگیری. سیستم ما اینجوریه که ما اگر در شما و روش کارتون تغییر ببینیم پیشرفت ببینیم میریم به سمت سرتیفای شدن. الان نگاه کنید از 2 سال 3 سال پیش خیلی معلم‌ها هستن هنوز این پروگرس اومده سر کلاس نشسته امتحانش هم درست پیش برده حالا رفته که یه سری تسکا رو انجام بده و این سیستم رو بنشونه تو مدرسه‌اش انجام نده. میمونه. مربی میخوان که با توجه به این سیستم جلو بره. چرا؟ چون داریم استاندارد سازی میکنیم. آقا فردا یکی از پیش من اومد پیش عباس مطمئن باشه بره لاگبوکشو باز کنه ببینه داستان چیه. و بعد یک شبکه بزرگ تشکیل میدیم. و بعد این شبکه بزرگ تشکیل شدنش باعث میشه که هم کار راحت جلو بره و هم کار حرفه‌ای جلو بره و جامعه باهوشی هست. آدما میدونن کی حرفه‌ایه کی حرفه‌ای نیستش. من 4 سال توی ایران فعالیتی نکردم دیگه. تمام فعالیتام بخاطر زمان کرونا وقتی توی ترکیه بودم. وقتی برگشتم چرا همه کلاس‌ها پر است؟ مردم دارن تشخیص میدن که آقا یه چیزی متفاوته اینجا. یه چیز جدیده، یه تکنیک جدیده، یه چیزی که من میتونم با توجه بهش هم سیف و هم با سرعت زیادی پیشرفت کنم. خب باید تبدیل به همچین معلمای مربیایی بشید. فرق شما با آدم هم شهری همینه. سوال خیلی خوبه که این دیتابیس کامل از یک شاگرد داشته باشه. ولی واقعیت اینه که اگر مربی اقبال‌کاری کنه توی کامنت پوزیشن، مثلا آقا این شاگرد همه تمریناش اومده دیدگاهشو زدی، ولی مثلا نگی که این کجا مشکل داره، باز آقا این مربی بعدی که میخواد داشته باشه واقعا مشکل ساز میشه. یعنی زمانی اون دوباره برمیگرده به استراتژی تو. شما یه کامنتی داری، یه تفکری داری که معلم چه کاری انجام داده اینجا و اون معلم مسئول تعیینه و بعد دوباره آدم که میاد پیش شما دوباره اولویتش می‌کنید. دوباره چکش می‌کنید. در مورد صحبت من دو سوال زمانی که مربی‌ها مثلا روی قسمت فلاید مکانیک آزمونشون میدن پاس میشن ما باید تاییدشو بکنیم یا نه زمانی که ما بهشون درس دادیم باید شما زمانی که درس تو دادی و در اون سکشن کوتاه آقا امروز هواشناسی داره در مورد اینا صحبت می‌کنیم صحبتتون می‌کنی بعد خودت یه امتحان ضمنی ازش می‌گیری و تاییدشو می‌کنی. نیازی نیست تو سیستم ایپی‌آی امتحان بده اون 100%. ولی اینا ببین اینا ساب ابجکتیو و اینا ریز هدفن. ریز هدفت اینه که آب و هوا درس بدی. ریز هدفت اینه که توی تئوری پایلوتینگ درس بدی. اینا رو ازش امتحان میگیری و نهایتاً آماده میکنیش برای امتحانی که از ATPI 2 شروع میشه. در مورد تئوری. و بعد تاییدش اینجا میزنی. شما کورست رو که انجام دادی و فیدبکی که گرفتی که آقا این داستان رو فهمید الان اینو تیکش میکنی. خب اینا در مورد تئوری که آقا خیلی هم معلمای ما نمیدونن چی باید درس بدن. چیکار میکنید شما؟ همونجوری که بهتون درس دادن درس میدید. آقا به ما رو بردن توی یه جای صاف گفتن اینا رو اینجوری بگید بکش یه ذره اونوری خب دیگه پس همینه من هم برم به شاگردم همین سیستم رو پیاده رو کنم.
ولی داستان این نیست. تغییر باید به وجود بیاد. درسته؟ مثلا توی این سیستم اینکه تئوری اول باشه یا عملی یا اینکه حالا ترکیبش دست خود در موردش تو درس میدیم، ولی داستان اینه که توی API یک برای مثال شما میتونی گواهینامه به کسی بدی که رانندگی کرده، دانش تئوری داره ولی پرواز نکرده. مثلا فلسفه‌ش هم میگه آقا داستان دانش، داستان تئوری و داستان رانندگی داستان خیلی مهمیه. مثلا مورد خیلی فاکتور خیلی مهمه. و همیشه ما قبل از اینکه یک کار پرکتیکال یا عملی بکنیم در مورد دانش مورد احتیاجش باید در موردش صحبت کنیم. باید قبلش صحبت کنیم. میگه آدما رو میبرید میپرونید 3 تا پرواز بلند بعد تازه باز میکنیم. خب امروز هم یک کلاس تئوری داریم 2 ساعت یه چیزایی میکشیم اونجا توضیح میدی و میای بیرون. و همین میشم مربی. اون وقت میصرفه این سیستم مربیگری 10 میلیون بگیری. ولی با این سیستم مربیگری اگر بخوای پیاده بکنی اون کاری که داری میکنی بیشتره، عدد هم بالاتر میره. در واقع دوباره میشه چالش بیزینسی در کشور. ولی چیزی که من دارم میبینم و فیدبکی که دارم از آدما میبینم، آدما وقتی میبینن که شما دقیق تری طبق یه سیستم داری جلو میری، مقید به یه عالم پروتکل هستی، اعتمادشون بالاخره جلب میشه. اولی سخت باید درست میشه. آره. مثلا فرض کنید من یه ساب ابجکتیو رو بهش درس دادم، آزمون ذهنی هم گرفتم، متوجه شدم این کامل اون مطلب رو نگرفت. این پروگرس تو وضعیت این پروگرس حالا میذاریش توی این پروگرس و بعد توی اون آماده سازی که در موردش صحبت می‌کنیم شما پیش بینی کردی که شاگردت فیل میشه، نمیتونه و حتی پیش بینی کردی که چرا ممکنه فیل بشه. خب بعد سیستم رو عوض می‌کنی. حالا در موردش به تفصیل صحبت می‌کنیم. اینجا پروگرسش می‌کنی، سابجکتیو تو که بهش رسیدی یا ابجکتیوی که رسیدی بعد تاییدش می‌کنی. ولی اینکه چجوری بتونی این دوباره باید برگردم این مبحث رو باش ریویو کنم ببینم میتونه راه‌های مختلفی داره. اینکه مبحث چی هست و چیکار می‌تونی بکنی اون در موردش صحبت می‌کنیم. خب دوستان عزیزم پس فهمیدیم که در هر لولی ما یه تئوریکال نالج داریم که شما باید درس بدید قبل از تمرین مرتبط زمینی یا پرکتیکال یا پرواز دانش باید تدریس بشه. ولی بهتره که درست قبل از تمرین این دانش مربوط تدریس بشه که ببینن که شاگردا آقا این دانشه توی کار عملی داره به درد میخوره. بحث بعدی که وجود داره پرکتیکال تاسک. تاسک‌های پرکتیکال یا عملی. مثلا اینجا چی یاد میگیره؟ متریالش رو چجوری چک بکنه؟ بال و ایناش رو چجوری چک بکنه؟ یک بال رو چجوری پک بکنه؟ این همه ابجکتیوهایی که داریم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی لول 1 شما پری فلایت چک بهش درس میدید. پروتکل چک های قبل از پرواز درس میدید. از همون بسم الله یکی از چیزایی که باید آموزش ببینه و خیلی سفت و سخت آموزش ببینه آقا شما هنوز پرواز نکرده چکا رو باید بکنید. معلم اینجا واسه چک میکنه ولی مسئولش توی از الان اینو بکن تو مخت. قبل از تو تمرین می‌زنم. حالا توی تمرین زمینی در واقع یکی از ابجکتیوهایی که شما تو تمرین زمینی باید بهش برسید ولی خب اینو با تمرین زمینی جدا کردیم. ازش جدا کردیم. فازهای مختلف تیکاف رو باید بدیم. تیکاف نکرده و نمی‌کنه. ولی آشنا شده پیداست. میدونی مثل چیه؟ شما اینجا دکتر میری یارو میاد و یه بالا پایین میکنه و میره و یه نسخه می‌نویسه واسه تو یه آمپولی هم میزنه و میگه به سلامت. توی جای مثلا پیشرفته‌ای می‌ری بیمارستان، توی کشور پیشرفته‌ای باهات صحبت می‌کنه.
میخواد آمپول بزنه میگه خب الان سردیه مثلا پنبه رو حس میکنی، الان نمیدونم این سفتی سوزن حس میکنی، چند ثانیه دیگه تموم میشه. خب این مشکلت به خاطر اینه، قرص فلان رو بهت دادن به خاطر اینکه عملکرد فلان اینجوری. کدومش احساس بهتری میده؟ حالا تو شاگرد رو بردار رو روی تیک آف سولوش کن، یا 20 تا پرواز 20 تا پریده هنوز سکشن های مختلف تیک آف رو نمیدونه. چرا؟ چون مبادران سیستم قبلی، چون کسی هم به ما نگفته. آره تا زمانی که کسی دیگه یه چیزی بهت نگفته این حرف درسته، ولی الان واسه شما که سر این کلاس نشستید دیگه همچین استدلالی قابل قبول نیست، چون داریم میگیم که آقا یک سیستم آموزشی درست باید بشه شکل بشه. حالا مثلا چی داریم توی پرکتیکالاش؟ سیمولاتور، استفاده از سیمولاتور، وارد شدن و خارج شدن از هارنس و تمرین چرخش و سیمولاتور. یا این حساب ابجکتیو واسه شما. و بعد الان توی سیستم API کاری کردیم که کل شاگرده هم خودش اینا رو میتونه ببینه. یعنی داستان اینه که یا شما هم معلم هم نمیتونه این مثلا لایی بکشه. و بعد یه همچین چیزی رو، یک همچین لاگبوکی رو روز اول که میدی به دست شاگرد میگه آقا تا روز آخرش این برنامه داره. لحظه که تبدیل به خلبان ادوانس میشه برنامهش مشخصه. الان یه نفر میاد توی کلاس اینترمدیت این اتفاق خیلی افتاده. آقا شما هم بگو مثلا کلاس اینترمدیت شامل چی هست؟ یه چیزایی میگی ولی خودت هم دقیق نمیگی. وقتی خودت دقیق نمیدونی که قراره چیکار کنی، چون تو هم وقتی درس دادن تو کلاس مربیگری کسی نمیاد چیزی بگه. حالا تو انجمن دست پا شکسته یه چیزی گفتن. توی هواپیمایی که همینجوری هر کاری دلش میخواد. و بعد می‌بینید که گراند هندلینگ تسک. ببینید یه سری ساب ابجکتیو داره، یعنی هدف‌های ریز داره و بعد نهایتاً اینجا وقتی که همش تکمیل میشه شما میگید آقا گراند هندلینگ تسک این دوستمون تایید و خب تاییدش می‌کنی. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که در سطح صاف باد ماکسیموم 15 کیلومتر. چیکار مثلا باید بکنه؟ این که بتونه استانومای 30 درجه بزنه، یعنی حرکت کنه و از بین این سری موانع رد بشه. این یکی از تسکای گراند هندلینگ این سیستم. لازم نیستش برید اختراع خیلی خاصه پیچیده‌ای رو کنید. بله نحوه انجام دادن این تمرین ممکنه که درس دادنش واسه آدم‌های مختلف متفاوت باشه، ولی نتیجه‌ای که باید بگیرید اینه که اون فرد بتونه اون کار رو انجام بده. من 30 درجه شو نمیدونستم چرا keep the glider inflated at the minimum and maximum speed. این که بتونه که بال رو بالای سرش برای مثال نگه داره. چطور؟ با مینیموم سرعت حرکت کردن رو به جلو و با ماکسیموم سرعت حرکت کردن رو به جلو. بعد میگه آن اسلوپ، یعنی در تپه باد ویند اسپید 15 کیلومتر و شیب هم که 5. و بعد میگه که خب حالا این کار رو انجام بده. و بعد نهایتا شما که تایید میکنی، عملی که تایید کردی برمیگردی اینجا و اینجا اتفاقی که میفته اینه که دیگه میتونی ولیدیتش بکنی و اون لول اوکی بشه. این لاگبوکی که استفاده میکنیم لاگبوک دیجیتالی انجام استفاده میشه
از روزی که شما دسترسی پیدا میکنید به وبسایت، این رو هم در جریان قرار میدید شاگردان. یا ما یه همچین سیستمی استفاده میکنیم و آشناش میکنیم با سیستم. یه سری از این یه سری توی اون ای-لرنینگ و کانتنت های مربوط به مثلا مانورها و اینا وقتی روشون کلیک میکنی یه مثلا یه فریق زرد نارنجی رنگی باز میشه که میگه روش کلیک کن تا بهت نشون بدم چیزی. بعد که میزنی شما دسترسی به مجوز دسترسی به این کانتنت پرداخت سالانه تو باید انجام بدید. پارسال یه سال رد شده ها؟ رد شده دیگه نشده. حالا چک میکنیم یه بار چک کنم بریم بگو بعدش. شماره چند بود؟ 230 اصلا برای که بحث شد فقط مربی کافیه اینجا عضویت سالانه ما نداشته داشته باشه یا مربی باید حتما عضو باشه، این دسترسی داشته باشه، ولی هنرجو نه. ولی پیشنهادمون اینه که بتونیم که هنرجوامون این سیستم افلیشن رو داشته باشن که بتونن از اون استفاده کنن از سوالایی که همتون می‌گیرید. خب تقریبا چی تایید نشد. وضعیت اسرائیلی باید مشخص بشه که بعد اون امتحان تنظیمات و اینا. وضعیت چه ربطی به چیز داره؟ به دسترسی به نه کلا دارم میگم، اصلا ربطی ندارم، دارم میخوام پیدا کنم ببینم که افلیت هستی. یه سایل بعد از اون افلیتد هستی، یعنی دسترسی میتونی داشته باشی. حالا هر جایی که دسترسی نداری بهم بگو، یه اسکرین شات بگیر بگو. بعضی از فیچرها هستن هنوز راه اندازی نشدن، شاید اونها رو شد. توی ای-لرنینگ ما یه چیزی داریم به نام ای-لرنینگ دوستان که توی ایژوکیشن و اگر پول داده باشید که میتونید استفاده کنید. یه سریش این پروگرسه، یه سریش کامینگ سونه. پایت منوال انالیسیس Exiting the spiral is recovery, and simply, how do you recover from the shadow spiral? What kind of movement do you get if you leave the layer to fend for itself on exit? How? Shall we exit? Without violent intervention, naturally. خب حالا پروگرشن یا پیشرفت در سیستم API به چه صورته؟
What are the different steps of teaching in APPI؟ چه چیزهایی هستند قدم‌های متفاوت و مختلف در سیستم آموزشی و آموزش در APPI؟ استپ 1 یا همون APPI 1. APPI 1 چیه؟ اینی که فرد تئوری نالج داره، امتحان تئوری داده پیش شما و گراند هندلینگ انجام بده. این میشه APPI 1. لازم نیست حتما فرد پرواز داشته باشه، ولی اگر بخوای میتونی که پرواز رو هم تعریف کنی واسش. حالا چرا توضیح دادم؟ چرا یه نفر میتونه لایسنس APPI 1 داشته باشه با 0 پرواز؟ به خاطر اینکه ما میخوایم بهش بفهمونیم که آقا خلبان شدن فقط پرواز کردن نیست. چیزی که ما تو سیستم آموزشیمون فراموش شد، دانش. میخوایم بگیم که تئوری نالج و گراند هندلینگ اسکیلز یا مهارت‌های گراند هندلینگ جزء واجباته. دومین مورد این که بتونه خودش تیک آف کنه، داخل هارنس بشینه، اپروچ لند، از هارنس خارج بشه و لند کنه. شماره 2 خودش زیر نظر مربی ولی خودش بتونه که تیک آف و لند بکنه، تیک آف کنه، بشینه تو هارنس، اپروچ لند، بیاد از هارنس بیرون و لند بکنه. و خودش باید این کار رو انجام بده. خیلی دیدیم آدما و مربیایی که روی تیک آف شاگرد رو کمک میکنن، نمیدونم دایرهاشو درست میکنن. این آقا هم خنده‌داره، هم گریه‌داره و هم مردوده. تو اگر شاگرد نمیتونه روی تیک آف بالش رو هندل کنه و نیاز به تمرین به کمک تو داره، اون خلبان اصلا نباید تیک آف بکنه. اینو قبلا مثلا عباس با هم دیگه ما قبلا صحبت کردیم. چه فازیه که بال رو لانچ میکنن و کورکشن میدن خودشون و شاگرده میندازن؟ به خاطر اینکه میخوام بذارنش توی پوزیشن موفقیت. استاد بزرگ از این سیستم قدیمی این سیستم خیلی یوهی نمیشه. یعنی باید مثلا فرض کنید اگه یهویی میشه سال 2018 میشه تموم میشه. الان سال چند؟ دقیقاً. مثلا در واقع بنده خدایی که من تیکافش کامپیوترش داره من اینو میدونم. خب ولی خب باید بهش نشون بدم که توی این مدت تو میتونی حالا توی شرایط خیلی نیمه پرواز انجام بده، اما در اولین برنامه اولین موقعیتی که هوا خوب شد تمرین زمینی انجام خواهیم داد. آره حالا داستان میدونی چیه؟ اینی که من بتونم به تو اشاره بکنم که همچین اتفاقی افتاده، تو همون سر کلاس مربیگری نیومدی که. ولی خب تا به الان برسیم، خب من بعد اینکه بتونم کاری بکنم که تو پروگرشن داشته باشی یا پیشرفت داشته باشی